گزارش 1700 صفحه‌ای قاضی بازنشسته مارتین موربیک اگرچه تأکید دارد انبوهی از بی‌تفاوتی نسبت به جان انسانها، فریبکاری‌ها، فساد، طمع‌ورزی و اهمال دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و آتش نشانی لندن موجب مرگ فجیع 72 نفر شد، اما اینکه با گذشت 7 سال همچنان دست کم تا 2 سال دیگر قرار نیست مقصران بروز این فاجعه محاکمه یا مجازات شوند، آتش خشم بازماندگان فاجعه گرنفل را برافروخت. خشمی که سالهاست با فریاد عدالت‌خواهی ادامه دارد. قطعا درسایی که باید از این فاجعه گرفته میشد گرفته نشده. سالها از مرگ فجیع عزیزانمون گذشته، اما هیچ کدوم از وعده‌ها درباره محاکمه و مجازات مقصران بروز این فاجعه و اجرای عدالت درباره اونها محقق نشده و این خیلی ناجوانمردانه و ناامید کننده است. برج مسکونی 23 طبقه گرنفل متعلق به دولت که اغلب رنگین پوستان مسلمانان در آن ساکن بودند، به گفته کارشناسان نمای قدیمی آن با مواد ارزان و نامرغوبی نوسازی شد که به سرعت شعله‌های آتش را از طبقه 4 به کل برج کشاند. واقعیت ماجرا این است که مرگ این افراد کاملا قابل اجتناب بود. کسانی که در این برج زندگی می‌کردند سالها از جانب کسانی که مسئولیت ایمنی ساختمان را بر عهده داشتند نادیده گرفته شدند. نخست وزیر انگلیس اهمال دولت وقت در حق ساکنان این برج و بازماندگان این فاجعه قبل، حین و پس از آتش سوزی را تایید می‌کند، اما چیزی درباره چرایی انتظار 7 ساله بازماندگان فاجعه گرنفل برای اجرای عدالت درباره مقصران بروز این فاجعه نمی‌گوید. البته پرسشی طرح می‌کند که شاید آیندگان درباره او نیز بگویند. این فاجعه این سوال را مطرح می‌کند که ما چگونه کشوری هستیم؟ دولت انگلیس پس از بروز فاجعه گرنفل و در پی واکنش‌های گسترده گفت از این فاجعه درس گرفته است و قول داد ضمن پاسخگو کردن مقصران بروز این فاجعه ساختمان‌های مسکونی ناایمن متعلق به دولت را که دارای پوشش مشابه برج گرنفلند به سرعت تعویض و ایمن کند. اما همه گزارش‌ها از نقض این تعهد حکایت دارد. بر اساس آخرین گزارش نهادهای ناظر در انگلیس، به رغم وعده چندین دولت طی سالهای اخیر درباره ایمنسازی برج‌های مسکونی در این کشور، همچنان بیش از 4600 برج مسکونی ناایمن در این کشور وجود داره و هزاران نفر از ساکنان این برج‌ها با کابوس گرفتار شدن به سرنوشت مشابه ساکنان گرنفل در آن زندگی می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.